میخوایم نصب بکنیم و چگونگی نصب اون رو آموزش بدیم. ابتدا باید پیچ سرکابل رو باز کنیم و کلیه متریالی که داخل اون هست رو با کار خودمون چک بکنیم که هم از روکش نهایی، روکش استرس کنترل، بشقابک، کاپشو و نوارهای استرس کنترل و آببندی و دستور نصب است. بعد از اون سراغ دستور نصب میریم و کلیه مراحل دستور نصب رو پله به پله و با رعایت موازینی که در دستور نصب گفته شده ما انجام میدیم. هدف ما نصب یک سرکابل داخلی 24 کیلوولت است که از روی جدول صفحه اول این دستور نصب ما میتونیم اندازه لخت کردن اون رو به دست بیاریم که در اینجا ولتاژ 7 دهم 12 تا 17 24 کیلوولت و 36 کیلوولت نشون داده شده و در ستون‌های عمودی داخلی، خارجی و کی که منظور عمق مفید کاپشو هست نوشته شده. طول لخت کردن ما عدد به دست اومده در جدول داخلی مطابق 24 کیلوولت 270 میلیمتر هست و کی که عمق کاپشو است. عمق کاپشوی ما کاپشوی آلومینیوم هست که کاپشوی آلومینیوم 185 دقیقاً از لبه قوز انتهای کاپشو تا 2 متر که 70 میلیمتر 7 سانتی متر به اضافه 27 سانتی متر میکنه به عبارتی 34 سانتی. روکش ابتدایی کابل رو به همراه آرمور برمی‌داریم. موقعی که آرمور کابل مشخص شد ما آرمور رو هم از همین جایی که علامت زدیم به وسیله اره خط باریک میندازیم و اونو برمی‌داریم. موقع خط کشیدن روی آرمور باید دقت کامل بشه که اره ما از آرمور پایین‌تر نره و به لایه‌های زیری آسیب نرسونه. بعد از این مرحله
دستور نصب دیگه‌ای در سرکاب موجوده که نحوه اتصال ارت با آرمور رو توضیح میده که در این دستور نصب گفته شده که شما روی آرمور رو 5 سانتی متر بردارید و سیم‌های ارت رو روی اون بخوابونید. حتما در سرکاب و یا مفصل در فشار متوسط باید که آرمور و ارت به هم متصل بشن و اتصال فیزیکی کامل داشته باشن. یک لایه توری ما باید حتما بعد از اینکه آرمور رو برداشتیم روی آرمور بپیچیم، به دلیل اینکه دو جنس مخالف هستن. آرمور از جنس آلومینیوم هست در کابل تک‌کور و مس از فلزی هست که اگر که روی هم دیگه بسته بشن به خاطر اینکه جریان در بین اینها وجود داره احتمال اینکه اینها تشکیل پیل الکتریکی بدن و خورده بین اینا ایجاد بشه که این خوردگی به مرور زمان باعث قطع شدن اتصال فیزیکی آرمور و ارت میشه. دلیل اینکه باید به هم دیگه وصل بکنیم این هست که اینها دارای اختلاف پتانسیل نسبت به هم دیگه هستن و هر دو حامل یک جریانی هستن که هر دو باید به سیستم زمین وصل بشن و از گردونه مخرب بودن برای سرکاب اینها از بین بره. اگر که در سرکاب یا مفصل آرمور به ارت متصل نشه به مرور زمان بین این دوتا جرقه میزنه و از محل ارت سرکاب و یا مفصل رو دچار آسیب می‌بینه. طول آرمور ما 5 سانتی. هنگامی که از چاقو استفاده میکنیم باید مواظب باشیم که یه موقع چاقو ما لایه های زیرین رو آسیب نرسونه. بعد از این مرحله ما روکش پلاستیکی کاب رو که یک لایه جدا کننده بین ارت و آرمور هست رو برمیم. موقعی که خط طولی میندازیم این دفعات قبل باز هم باید مواظب باشیم که چاقوی ما از عمقی که این لایه پی وی سی داره پایین تر نره. تصمیم مسی رو هم باز میکنیم. همونطور که قبلا گفتم ما باید یک لایه توری روی قسمت آرمورمون ببندیم. بعدن سیمای ارت رو روی این توری برمی‌گردیم. این سیم‌های ارت باید
کاملا یه نواخت باشن و روی هم دیگه نیفتن. البته این چسب بر فعلا موقت هست. نیست. بعد اینا رو برمیگردونیم. اینجا محلی هست که ما باید چسب آببندی رو ببندیم زیر سیم های که طول این 6 سانتی متر هست. در دستور نصب هم توضیح داده شده. این چسب قرمز آببندی میکنه فقط. ببین چسب قرمز کشیدن زیاد نمیخواد. بعدا این سیم های ارت رو برمیگردونیم. بعد در پایین اون رو مهار میکنیم. البته این سیم های ارت بافته میشن به هم دیگه و به ارت شبکه متصل میشه. برای اتصال آرمور به ارت در کیت ها فنر موجود. اگر که این فنر موجود نبود شما میتونید از سیم مسی استفاده بکنید برای اتصال، ولی فنر احتیاج دیگه به سیم مسی رو از بین برد. روی فنر رو هم اول یک چسب برق محکم میبندیم. بعدا از چسب قرمز برای آببندی بهتر استفاده میکنیم. خب حالا میرسیم به برداشتن گرافیت کاب. پیشنهاد ما این هست که از دستگاه گرافیت بردار استفاده بکنیم. با گرافیت کاب کاملا تمیز و یک نواخت برداشته بشه و سطح زیر گرافیت باید تمیز بشه. گرافیت باقی مونده توی دستور نصب توضیح داده شده که چقدر طول داره. که در اینجا شما می‌بینید 40 میلیمتر نوشته شده برای کابل هایی که گرافیتشون اکسترود شده هست، در واقع مثل کابل که الان داریم، مثل کابل البرز، سیمکو. بعضی از کابل ها هستن که گرافیتشون اکسترود شده نیست و قابل پوست کندن هستن که اونها دستور نصب متفاوتی دارن که در صفحات بعدی توضیح میشه. خب ما چون که از گرافیت بردار میخوایم استفاده بکنیم، یک استوپر اینجا ایجاد میکنیم به اندازه عرض چسب و برق.
یه خط اکسترود داره تاب که اون هم برش می‌داریم. خب کمی گریس سیلیکون روی تاب میزنیم که دستگاه ما روونتر حرکت میکنه. این دستگاه رو در ابتدای تاب محکمش میکنیم و شروع میکنیم به پیشرفت. موقعی که گرافیک بردار میرسه به چسب برنامه خودش میسته و اون 4 سانتی که احتیاج داریم رو راه میندازه. باید توجه بکنیم که کلیک بودن لبه گرافیک خیلی حائز اهمیت است. که این گرافیک اگر لبه‌اش تیزی داشته باشه و پله داشته باشه خطرناک است. چسب برق رو بازش میکنیم. بعداً با یه حلال مناسب که میتونه تینر فوری، الکل پروپانول یا الکل اتیلیک باشه کابل رو تمیز میکنیم. جهت تمیز کردن از بالا به پایین هست، گرافیک رو بالا نمیبریم. یا دستمال الکلی که حالا احتمال داره دستمال الکلی شاید در کیت موجود نباشه. در هر حال با یه حلال مناسب ما باید کابل رو تمیز کنیم. اگر که ما با گرافیک بردار یا هر وسیله دیگه ای برداریم گرافیک کابل رو، اگر گرافیک باقی مون که خیلی خطرناکه. منتها سطح گرافیک باید صاف و یک نواخت باشه. به همین دلیل سنباده میزنیم محله کار در روی اکسل پی. سنباده که استفاده میکنیم سنباده اکسید آلومینیوم باید باشه و از سنباده‌هایی که موجود در بازاره نمیشه استفاده کنیم. چند سانتی متر بالای لبه گرافیک خیلی دارای اهمیت زیاد هست که سطحش کاملا صاف باشه. موقع سنباده زدن باید دقت بکنیم که سنباده ما به لبه گرافیک برخورد نکنه.
هرچی روی اکسل پی تیزی و خط کمتر باشه عمر پرتابل ما بیشتر. خب بعد از اینکه سنباده زدیم مجددا باید تمیز کنیم. باز هم از بالای خب بعد از اینکه قاب رو تمیز کردیم نوبت به برداشتن محل کاپشن میرسیم که طول کاپشن ما بود 7 سانتی متر. یک مقداری هم باید بیشتر برداریم به خاطر جای پرس. این طول کاپشن بود. این دستگاه اکسل پی بردار هست که برداشتن اکسل پی کاب رو خیلی راحت. حالا ما کاپشن در محل خودش برسیم. بهتره که برای زدن کاپشو از پرس 6 گوش استفاده بکنید، مخصوصا برای سردکاپ و مقصد فشارزنی قوی. حتما از پرس های 6 گوش استفاده بکنید که آببندی بهتری رو به ما بده.
های حاصل از پرس رو از بین بردیم، کاب رو یک مرتبه دیگه تمیز میکنیم و نوبت به بستن نوارها میرسیم که نوار زرد یک نوار استرس کنترل هست روی لبه گرافیت و نوار قرمز روی کاپشو و روی XLP منظور آبدن. نحوه بستن نوار زرد رو در تصویر نشون دادیم که 2 سانتی متر روی XLP و 2 سانتی متر روی لایه گرافیت و 1 سانتی متر روی لایه XLP رو باید بپوشیم که الان به کمک همکارم من این نوار رو میپوشم. از زدن علامت روی XLP یا لایه گرافیت به منظور بستن نوار خودداری بکنید. نوار قرمز رنگ رو هم روی کاپشو و یک مقداری هم روی XLP. نوبت به حرارت دادن تیوب اول ما میرسیم. این تیوب استرس کنترل هست که باید روی محل گرافیت حرارت بشه. همیشه قبل از حرارت دادن این تیوب از تمیز بودن داخلش اطمینان حاصل کنید. دقیقاً در این مقصد ترش ایزوگام و یا ترش‌های با سریع شعله تیز و حرارت زیاد نیست. شعله مناسبه که شعله آبی با نوک زرد داشته باشه. برای تیوب حرارت دادن تیوب ها از وسط تیوب حتما باید شروع بکنی و به سمت طرف. تیوب رو باید کاملا حرارت بدیم که از نبودن حباب هوا زیر تیوب کاملا مطمئن بشیم. واکنششون نمیده. یک طرف این تیوب یک کاغذ گذاشته شده که طرف چسب‌خورده تیوب هست. حتما باید دقت بشه که این کاغذ بیرون بیاد و از سمت چسب‌خورده داخل کاغذ تا جایی که چسب قرمز بستیم ما این تیوب رو پایین میاریم تا محل بستن چسب قرمز. باز هم به همون ترتیب از وسط سمت طرف.
رعایت نظافت، نبودن گرد و غبار در محیط، تمیز بودن دستها و ابزار کار، استفاده از پرس مناسب، ترچ مناسب در بهبود کار سرکاب اهمیت خیلی زیادی داره. اگر که در محیطی کار میکنید که باد و گرد و غبار زیاد هست، پیشنهاد میکنم که چادر بزنید و در داخل چادر به نصب سرکاب یا مفصل بپردازید. به دلیل اینکه وجود گرد و غبار در لایه‌های زیری تیوب‌ها میتونه یک محیط هادی مناسبی رو برای اتصال فاز به زمین و زدن سرکاب فراهم کنه. سنباده زدن، استفاده از حلال خوب اهمیت زیادی داره در طول عمر سرکاب. محل کاوشو رو یه مقدار بیشتر حرارت کنید، یعنی که کاملا آببندی بکنید. اگر که تیوب قرمز رنگ روکش نهایی سرکاب اضافه بود، از محل مناسب اون اضافهشو میبریم و کنار می‌ذاریم. بعد از اینکه تیوب روی کاوش کاملا جمع شد، یک مقدار کاوشو رو حرارت میدیم که چسب قرمزی رو که زیر کاوشو بستیم کاملا ذوب بشه و محیط آببندی مناسبی رو فراهم کنه. آیتم بعدی که باید حرارت بدیم بشقابک است. در سرکاب 24 کیلوولت هوایی یه دونه بشقابک وجود داره. در هوایی اون 3 تا بشقابک وجود داره. فاصله بشقابک ها از همدیگه و فاصله اونها نسبت به محل ته سرکاب حائز اهمیت است. از علامت گذاشتن روی روکش نهایی باید خودداری بکنیم که در این نقشه به ما توضیح داده که فاصله سرکاب با بالای بشقابک و زیر تیوب چقدر است در سرکاب. اولین بشقابک و بشقابک ها نسبت به هم. اولین بشقابک ما 15 سانتی متر از لبه روکش نهایی ما به سمت بالا است. حتما باید دقت بشه که چسب کاغذی داخل بشقابک بیرون. این سرکاب الانه که از مقره اتکایی و براکت صلیبی استفاده بکنیم که از برخورد کاوش و سیم هوایی به بدنه تیر جلوگیری میکنه و این محیط ایزوله خیلی عالی رو مناسب و خوبی رو فراهم میکنه. و در هنگام نصب مواظب باشید که سطح اون خراش، آلودگی و یا موادی که میتونه سطح هادی رو فراهم بکنه کاملا جلوگیری بشه و خودداری. متشکرم.